سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگیتون سرشار از عشق و آرامش. خب در مورد فال امروز شما در مورد این هستش که شخصی که مد نظرت حالا به عنوان پارتنره که راش تفاوتی نداره، هر شخصی که در حال حاضر توی ذهنت میگذره به این نیت برای شما انجام شد که در حال حاضر چه حسی میتونه در مورد داشته باشه، حس الان این شخص نسبت به شما به چه صورته. من براتون به این نیت انجام دادم برای متولدین فصل بهار و فصل تابستان یا همون متولدین نیمه اول سال. چیزی که به من نشون داده این هست که طرف مقابل شما، اون شخصی که مد نظر دارید، در حال حاضر کاملا حسش، علاقش و فکرش نسبت به شما افتاده. این در حال حاضر هم بهت علاقه داره و هم بهت فکر میکنه. در کنار این مسئله میبینم که این شخص این روزها بیشتر مشتاق دیدنته. حالا انگار تفاوتی نداره که در واقع هم دیگر رو میبینید، دیدارهاتون محدود هست یا نه، یعنی مشتاق دیدنته و اینکه به زودی هم از سمتش پیشنهاد یا یک ملاقات عاطفی رو داری و این اتفاق میتونه از الان تا پایان ماه شهریور اتفاق بیفته و کاملا احساساتش میتونه از روی عشق باشه. البته کمی مغرور به نظر میرسه، ولی این حس و حالیه که در موردت میتونه این روزها داشته باشه. و در رابطه با متولدین فصل پاییز و زمستان یا همون متولدین نیمه دوم سال، برای شما حس و حال این شخص جوری که افتاده اینه که این آقا در حال حاضر به شما فکر میکنه و البته شخصیت این آدم به شدت میتونه یه شخصیت زرنگ و با سیاستی باشه، ولی خب در صورت به شما علاقه داره و در حال حاضر هر چیزی که بتونه تو رو به یادش بیاره، یعنی تصویرت یا حالا دیدنت، هر جوری که بتونه میخواد که در واقع تصویری از شما داشته باشه که زمان دلتنگی بتونه این دلتنگی هایی که داره برطرف بشه. یعنی حالا میتونه اگر شرایط دیدار داره در واقع ببینتت و اگر نه بتونه تصویری ازت داشته باشه که به هر حال حس دلتنگی بخواد برطرف بشه یا در واقع اون حس عشقی که میتونه راجبت داشته باشه. این آدم موانع داره توی زندگیش، به خاطر همین یه وقتایی ممکنه سرد بشه یا حالا یکم گرم و سرد شدن از سمتش داشته باشی، ولی به صورت کلی میشه گفت که این آدم قصد داره با شما یک ارتباط و رابطه احساسی و گرمی داشته باشه. اینطور به من نشون داده تو این فال شما و میتونم بگم اگر در حال حاضر ارتباط دارید ارتباطتون گرمتر پیش میره و اگر ارتباطی ندارید تا دو وعده نزدیک یک ارتباط گرم و احساسی با این شخص خواهید داشت. خب این در مورد متولدین نیمه دوم سال بوده. امیدوارم که از فالتون خوشتون اومده باشه. اگر نشونه‌ای دریافت کردید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید و فالهای دیگر رو در واقع دنبال کنید. امیدوارم که زندگیتون پر از اتفاقات خوب و حال دلتون آروم باشه.